یکی در همین اظهارات یکی از دلایل دیگر این است که گویا جوانان را به گروه‌های افراطی دعوت می‌کرده است و از توسط ناحیه 5 و جماعت انصارالله که در شمال افغانستان قرار دارد به آنها کمک مالیوی می‌کرده است. اینا به نظر میخوان از بابای دونه یک مونستر بسازن، یک انسانی ابر انسانی که از این طرف یک پیرمرد 87 ساله از خدمات مخصوصی کشورهای معلوم مبلغ دریافت میکرده است و اون طرف در شمال افغانستان گروه‌های نظامی را تامین میکرده است، تا پول زندانیان سیاسی را تامین میکرده است و در اون بیانیه من خوندم که با یک مقدار پول دیگر رو برای استفاده شخصی خودش هم استفاده میکرده است. شما احوال و رنگ و شکل و شمایل این پیرمرد رو دیدید. این هیچ مانندی با اون کروپشنیروی حکومت که یک مقدار مبلغ کشور رو برای استفاده شخصی خود استفاده میکنن طبق اون اصطلاحات خودشان هیچ مانندی ندارد. با اون شکم‌های بزرگ و با اون افت و اندامی که دارن یک پاره خود معلوم است که در کجا میشینند. یک آدم در همین موضوع یعنی که اون گویا که بعضی مبلغ‌ها رو یعنی خود چرا اینا یک دلیل ها آوردن؟ دلیل ها مثلا شما گفتین که اون یک رمز اعتماد، یک رمزی مثلا جنفیدا یعنی یک قربانی کردن این بود، ولی در اینجا آوردن که اون بعضی قسمتی از همین مبلغ ها رو به منافع شخصی خود استفاده کرد. هدف از این راستش جزئیات این قضیه رو که نمیدونه، معلومات نداره، اصلا نمیدونیم که این جمله برای چی در عیبنامه بابای دانا پیدا شده است و در بیانیه وزارت کارهای داخلی هم. من نظرم این است که اونها تلاش کردن هر چیزی که در زبانشون بیاید و هر چیزی که کاغذ میبردارد برای بابای دانا رو در چشم مردم سیاه کردن و از او یک شخصیت بسیار هم خطرناک تراشیدن اونا استفاده کردن و آوردن. شما همین مثالی که آوردید برای کمک به انصارالله در شمال افغانستان، کدام انسانی منطقی را باور میکند که یک نفر از تاجیکستان قشاق که تمام دنیا مبلغ رو به تاجیکستان میفرستد، از تاجیکستان قشاق یک پیرمرد پول دریافت کند؟ اگر برای مثال خدمات جاسوسی کشورهای سوم و چهارم میخواستن به انصارالله کمک کنن، مگر از طریق بابای دانه 87 ساله این کارو میکردن؟ چرا از طریق خود افغانستان نکنن که در افغانستان اصلا حاکمیت نیست؟ حالا از یک طرف میگن که انصارالله و داعش و القاعده و اینها از طرف مثلا کشورهای دیگری منطقه و جهان مبلغ گذاری میشود. یعنی اون سازمان‌هایی که در اون شمال افغانستان هستند اونقدر حالا دیگر به این حد رسیدن که نیاز به پول بابای دانا پیدا کردن و بعد از طریق بابای دانا، از طریق 5 پایان و اصلا بابای دانا چیکاره هست که این کارها رو انجام داده است. یعنی من نظرم این است، خلاصه این شد که حکومت تاجیکستان اصلا خودش نمیداند که دیگر چی بگوید و هر چیزی که در پرونده ها برای مثلا یک قماندان یا یک رهبری تشکیلات سیاسی هم همین عدنامه رو اعلام میکنن، برای یک پیرمرد هم، برای یک پیرزن هم، هر کسی رو که برن زندانی کنن همین 3-4 تا ماده به گفت خودشون دیجوری دارن نوبتی که اون رو اعلام میکنن و انسان‌های بیگناه رو پس پنجره زندان میبرن. بنابر همین این اتهام همش دروغ است و بابای دانا خود چیکار کرده است؟ فعالیت حزبی‌ها غایه‌های خودش را پنهان کرده است. اگر بابای دانا رفته باشد به کسی بگوید که کاری خیر کردن، کمک زندانی‌ها، یتیم‌ها، این غایه‌ها هست، این هدف انسانی هست، اسلامی هست، مسلمانی هست، اگر حکومت این رو همچون پنهان کردن غایه‌های اکستریمیستی حساب کرده باشد، دیگر این مشکلی حکومت است، چون این انسانیت است و حکومت تاجیکستان نمیتواند انسانیت رو ممنوع اعلام کند.